سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت اول ماینکرافت هاردکورد که ما قراره توی قسمت اول ماینکرافت هاردکورد کلی براتون چیزای باحال بسازیم و فلان و بیسا. قراره فارم بسازیم، کلی کارهای باحال انجام بدیم و خیلی ممنون میشم ویدیو لایک کنید و من فکر کنم تا 7 قسمت بتونم براتون بذارم، یعنی بالای 7 قسمت بذارم و سعی کنم که نگذارم بچه. من زیاد هم هاردکور تا حالا بازی نکردم و برای همینه. خب سینگل پلیر کرد نیو ورلد، بریم شروع کنیم. سروایول چیه؟ بزن هاردکور دیگه، عشق نذاریم. ببینیم اسم دنیا رو چی بذاریم. ببینید اینجا میشه. ببینید بچه ها، من الان تو گوگل سرچ کردم، گفت که فرد به فارسی میشه گیوز. ما هم که گیوز به گوز میگم، بازیمون مثل گوزه، پس می نویسیم فرد. اوکی. خب بریم این دنیا هاردکور رو شروع کنیم. میشه هاردکور، همه چیز عالی، صاف پنیس. بریم شروع کنیم که نیو ورلد رو میزنیم دیگه. الان داره دنیا هم ساخته میشه، باورم نمیشه بچه ها. من اصلا اینجا بدون چیز نمیزنم و سعی میکنم که این ویدیوها رو بالای 10 دقیقه براتون بسازم که خیلی خفن بشه. که اسپان شدیم بچه های. من دیده اولش الکس بود اسکینم، این یا دیل لود میشه یا یه باگیه. اوکی، ما همین اول که کندیم بهمون چی بود اسم اینا؟ یادم سپلینگ داد. و بچه ها من الان به دلیل باگ های زیادی که داره میخوره، به دلیل اینکه من توی لپتاپ بازی میکنم و زیاد رمم پایین، نمیتونم زیاد از این بازی کنم. و یه خبر خوب، من تا روز شنبه میخوام که پیسی رو بگیرم و از این به بعد با پیسی بردارم که ویدیو خیلی عالی بشه و قرار کلی کار بکنیم و سرور. اوکی، درخت اونم بچه کندیم، حالا بریم بسازیم. اوکی بچه ها، الان وسیله هایی که لازم داشتیم ساختیم. ببینید بچه ها، من از اونجا که میخوام خونه بسازم میخوام یه خونه خیلی قشنگ و خوشگل بسازم. چیکار میکنی؟ بریم نگاه کنید. الان اینجا یه بایومه که چوبش من لازم. بریم که چوباشون رو بکنیم. با این چوباشون از هر درخت، از هر بایوم حداقل یه استک چوب رو بکنیم و تبدیلش کنیم به پلنگ تا بتونیم یه خونه خیلی خفن با فنس و از این چیزا بسازیم. اوکی، الان که بچه اینو میبینید حاجی، تو کانتو بینیسیم چند بار این سگا دیگه. این سگا توی این بایوما خیلی کمیابن. میبینید من نمیکشم، من هرچی سگ میبینم میکشم بجز این که بخوام. اینا سگ نیستن، گوریه. وقتی راهشون کنید چیز میشن. اوه بچه این از این خونه هاست. اوه یه بیبی، این الان تختمون جوره بچه. اینا همون هاست که چیزه مثلا یه طبقه پایین داره. ایناش طبقه پایین داره که شما میتونید اونجا چیزه زامبی ویلیجر را درمان میشن. اوکی خب ما این فرنیسه رو بکنیم، این کرافتینگ تیبل هم بکنیم و حتی داریم نمیخوام، نیازی ندارم. اوکی بریم پایین. وقت ویدیو به 8 دقیقه میرسه شما ناراحت نشید. من درست 10 دقیقه میگیرم و توی ادیت کمش میکنم، مثلا یه سری جا سرعتش هم نمازید که 2 دقیقه ازش. اوکی این پوشن نه نمیخوایمش، فقط من اینو میخوام. یس غذا اونم جوره. گوره نفرم یعنی یه چیز خیلی مهمه. اوکی بریم بالا. البته
البته بچه اونجا که یه فرنیسه در اصل مثلا یه چیز اونجا بپزید این یخ آب میشه و میاد این اینا رو خراب میکنه که مثلا اگه کسی ندونست یا ببینی که جای زیر زمین هم داره. اوکی بریم جای دیگر هم بگردیم و ببینیم چی داره دیگه. بچه ها من به هیچی نرسیدم به جز سنگ که الان خود سنگ بکنیم یه پیکک سنگی درست کنم، چون با این پیککس و تبر نمیشه که من برم با این تبر چوب بکنم و خیلی دیر تموم میشه. همین نقطه کافیه. اوکی کرافتینگ تیبل یه دونه یه شمشیر هم بسازیم. نه نیاز نه، یه تبر شمشیر میخوام آهنی باشه پس یا چیزش به درد و یک دستگاه پیک اکس. عالی شد پسر. از ادوانسمنت هم گرفتم. ادوانسمنت و خلاص من هیچ وقت نفهمیدم اینا ادوانسمنت هم ادوانسمنت باور نمیشه. تبرش به دردم هم نخورد ولی خب اوکی بریم پایین. اینجا یا اول فصل رو بچه اینجا خوراک ساختی که تریدینگ هال میبینید دورش میبینید. من از تریدینگ هال هم چند باری یه دو سه باری میشه ساختم وقتی ویدیو استریما رو دیدم. اینا برای خودشون تریدینگ هال میسازن یه گفتم منم بسازم به دردم. خب چون بچه ها من یه فارمی هست که این فارم بهتون چیز میداد تیری فایر بود که بی نهایت میده ولی تیری فایر بود که چیز موبایلجی رو ترک چیز بی نهایت رو بگیرید. اما خب نمیشه یه تریدر همینطوری که یه تریدینگ هال حالا من توی همین پارتام میسازم نه همین قسمت بزنم یه دو سه قسمت بگذره بعد. اوکی ما حالا یه خورده چوب بزنیم. کافیه و بچه اگه دیدی من حرکت رو نمی‌کردم داشتم یه چایی می‌خوردم چای دپش. اوکی بریم یه خورده بگردیم اینجا ببینیم چی هست چی نیست. اوکی بچه ها میفیکس حالا من که هارد کردم برای اینکه نمیرم یه خورده اپل بخوریم که نمیریم. حالا جونم لیل کنیم. اوکی بریم بگردیم ببینیم چه چیزی میتونیم پیدا کنیم. البته ویلیج که مهمترینه ولی خب اوکی بچه سویت بری هم که غذامون بشه پیدا کردیم. عادی من همش این کلمه اوکی و هی به کار میبرم خودم نمیدونم چه. اوه بچه یک خونه دیگه فکر کنم از اون خونه هایی که توش بعد حالا بایم برفی هم هستیم به درد میخوره همین خونه ها دیگه چون مثلا توشون این چندی گلدن اپله برای همین من یه قایق بسازم خودم اذیت نکنم هی. بریم. خب اوکی بچه من یه دونه از این خونه ها رو باز پیدا کردم. ای بابا آها بچه این خونه ها چون رو هوا اسپان میشن برای همین اون چیز زیر زمینیشون نیست یعنی پیکر بخوام بگم
بچه من ویدیو رو استوب میزنم تا برم براتون یه دونه ویلیج پیدا بکنم، یعنی یه ویلیج برای خودم پیدا کنم که حداقل اونجا یه غذای چیزی بعد بیاریم. پس برو بریم تا پیدا کردن ویلیج. اوکی بچه ها، من با 1000 جور بدبختی تونستم که یک ویلیج پیدا کنیم و از اون بایوم گندی که الان خیلی صدها بلاک ازش دور شدیم و بچه چون تایم ویدیو زیاد میشه و ویدیو قبل، یعنی این ویدیویی که گرفتم و اینو میخوام بهش بس کنم چیز شد، تایم زیاد شد، یعنی 11 دقیقه شد، بیاد 2-3 دقیقه ازش کردم، یه 8 دقیقه میشه که 8 دقیقه خوبه برای یه ویدیو و خیلی ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا هر ویدیو گذاشتم مبتلا بشید و با خبر بشید و اولین لایک هم بگیرید و خیلی ممنون که تا آخر ویدیو تماشا کردید. گود بای.